سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از چنل فرید پلاس. بریم با هم ویدیوی آنباکس ردمی نوت 15 پرو شیائومی رو ببینیم. لایک و فالو یادتون نره. یه نگاه کلی به جعبه و اطرافش میندازیم. در جعبه رو که باز میکنیم باکس کوچیکه رو در میاریم، میذاریم کنار. گوشی رو هم برمیداریم. این کاغذ هم که برداریم بذاریم کنار، اون زیر میرا شارژر داره. یه آداپتور 45 واتی و کابل USB به تایپ C نارنجی رنگ معروف که همچنان مزیت رقابتی با سامسونگ و آیفون محسوب میشه. توی باکس کوچیکه چیا داره؟ همین اول سوزن سیم کارت رو میبینیم. بازش کنیم، اینو بذاریم کنار. دیگه هیچی توش نیست. قاب سیلیکونی و یه دفترچه راهنمایی که عملاً به درد ما ایرانی‌ها حداقل نمیخوره چون که فارسی نداره. اینم بذاریم کنار. قابایی که توی جعبه شیائومی هست گلس رو بلند میکنه. فرقی نداره مدلش چی باشه. انقدر قابش لبه داره که زیر گلس هوا میندازه و مشتری مجبور قاب بخره. نمیدونم فایدهش چیه که میخواد بذاره. میخواد پوز چیو بده. یه نگاه بندازیم به شارژر 45 واتی و استانداردهایی که داره. پورت نارنجی رنگ معروف، اینم از کابل شارژی که گفتم، USB به تایپ C. خب بریم سر وقت خود گوشی. درش میاریم. دوربین سلفی پانچوله، سمت چپ قحطی و چیزی نداره. پایین درگاه سیم کارت و پورت شارژ داره و اسپیکر. سمت راست دکمه ولوم و لاک اسکرین برقراره و بالای گوشی تا صبح اسپیکر موجوده. طراحی ماژول دوربین نسبت به نسل قبلی یعنی 14 پرو تغییر خاصی نکرده، فقط ضخامتش کمتر شده. خب بریم بهش سوزن بزنیم اسلات سیم کارت نمایان بشه. 2 سیم کارت است و ظاهرا رم نمیخوره. نمایشگرش امولد و اندازش 6.83 اینچه. سی پی یو مدیاتک دایمنسیتی 7400 اولترا که 4 نانومتریه. جی پی یو و پردازنده گرافیکی میشه مالی جی 615 MC2، رم 8 و حافظه داخلی 256 در خدمت شماست. باتریش 6580 میلی آمپره. سلفیش 20 مگاپیکسله، واید 25 میلیمتری 1080 سی و 60 فریم بر ثانیه خروجی میده و وزنش 210 گرمه. لنز اصلی 200 مگاپیکسله که با کیفیت 4K 30 فریم بر ثانیه 1080 سی 60 120 فریم بر ثانیه خروجی میده و لرزشگیر اپتیکال هم داره. اینم چند تا نما از ماژول دوربین. اسپیکر استریو دالبی اتموس داره و جک 3.5 نداره. 2 سیم کارت است، ای سیم رو پشتیبانی میکنه و استی کارت نمیخوره. و اینم از تصویر پایانی شارژر. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. برای ویدیوهای بیشتر یادتون نره که فرید پلاس رو فالو کنید.